امروز این تصویر زیبا را که می‌بینیم از ورزشگاه مرکزی ولسوالی زیبای پشتون درگون است. من احمد بندآباد می‌خواهم چند کلمه درباره گوشتی مردم پشتون درگون برای شما سخن بگویم. عزیزان من، کسایی که از راه‌های دور و نزدیک تشریف آوردیم اینجا جهان سپاسگزاریم و تصویر زیبای حضرت ملیخان رسولی را در تصویر می‌بینیم. مرد با استعدادی هستند، مردی که واقعا سالها به خاطر مردم پشتون درگون زحمت کشیدند. جای افتخار ماست آقای رسولی که همیشه شب روز زحمت میکشم و پهلوان‌ها و تماس هستند تا بیزیا را اینجا برگزار کنم. آقای ازمنه خان رسولی تلاش فراوانی کردند. حدود 15 سالی که به این ولسوالی کشتیگیری نبوده، اما به تلاش فراوان آقای ازمنه خان رسولی بیزیا اینجا برگزار شده و همه به دل لذت میبرند. نمای زیبای از ورزشگاه مرکزی پشتون درگون را می‌بینیم، فوق‌العاده پر شده، جای افتخاری است. تابلو ورزشگاه 5000 تماشاچی اعلام کرده، حدود 5000